کمیته تفتیشات روسیه روز 31 ایول سال 2024 از بازداشت دو گمانبرشونده و تحت جستجو قرار گرفتن یکی دیگر در چارچوب پرونده حمله بر راهگذران برای نمود ظاهری آنها در منطقه میتیشم در کنار شهر مسکو خبر داد. کمیته تفتیشات گفت شخصیت سه عضو این دسته معین گردیده است و همه آنها شهروندان یا زادگان تاجیکستانند و سالهای تولدشان 2004 و 2005 بوده است. با دو نفر آنها عملهای تفتیشاتی انجام داده شده. برای بازداشت سه نفر در قلمرو روسیه چاره‌بینی‌های فوری صورت داده می‌شوند. خبر داد خدمات مطبوعات کمیته تفتیشات روسیه در کانالش در تلگرام. در رابطه با این قضیه روز 28 ایول بر اساس ماده 213 کودکس جنایتی روسیه با اتهام اوباشی پرونده جنایتی گشوده شده. جریان تفتیشات را رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین که با موقع آشکارا مهاجر بدبینانش نام برآورده است زیر نظارت خود گرفته است. سررئیست تفتیشات ولایت مسکو خبر داد که گروه شهروندان تاجیکستان سالهای تولدشان 2004 و 2005 به یگان اساس نورسان را لطوکوب کرده ویدیو این حمله های خود را در اینترنت نشر می‌کردند. اخیراً رسانه‌های روسیه درباره یک دسته تاجیک‌ها خبر دادند که در شهر میتیش ولایت مسکو پترول شریعتی تشکیل داده راهگذرانی را که سر و لباس و نمود ظاهریشان به نظر آنها جوابگوی معیار شریعتی نیست لطوکوب می‌کردند. رسانه‌های روسیه از جمله تلگرام کانال ریادوفکا روز 28 ایول چند ویدیو این گروه را نشر کردند. در یکی از این ویدیو سرکرده دسته تاجیک‌ها از کلهای عینکدار طلب می‌کرد که مکان خود را بگویند. در ویدیو دوم او چند نفر از شریکان خود را به نوار گرفته نامهایشان را به زبان می‌آورد و میگوید وقتی برادران در پهلوی مایند ما تو در دوزخ هم ترتیبات جاری میکنیم. کانال‌های روسی همچنین ویدیوهای لطوکوب راهگذران را نشر کردند. ریادوفکا نوشته است که این جوانان تاجیک پسران را برای موی دراز لطوکوب میکردند و دختران را برای پوشیدن لباس نامناسب. کانال‌های روسی نفر با نام دولت زایروف را سرکرده پترول شریعتی در میتیش مینامند. محض او مؤلف عباره ما حتی در دوزخ هم ترتیبات را جاری میکنیم بوده است. خبرگزاری ریگ خبر داد که دولت زایروف 18 سال داشته یک سال پیش شهروند روسیه شده است، اما در حالی که او در ولایت مسکو به سر میبرد شهروندی روسیه را در کشور کرسنودار به دست آورده است. بعد سر و صداهایی که خبر تشکیل پترول شریعتی برپا کرد دولت زایروف با نشر یک ویدیوی دیگر از مردم روسیه برای رفتارش عذر پرسید. روز 30 ایول سامانه ملتگرایان تسارگراد با نشر یک نو دولت زایروف با قوطی سیگار در دست خبر داد که زمان و مکان ثبت این عکس بیانگر آن است که سرکرده پترول شریعتی علاقه روسیه را ترک کرده در تاجیکستان پنهان شده است. خود جوان تاجیک که برای تشکیل پترول شریعتی در ولایت مسکو عیبدار می شود و نزدیکان آنها برای شرح این قضیه دسترس نیستند.